بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در کنار تو وجودم به خدا نزدیک است. یا ابا عبدالله، در کنار تو وجودم به خدا نزدیک است. هر که نزدیک خدا شد به شما نزدیک است. سلام بنده های خوب خدا، عزاداران حضرت سید الشهدا. الهی که خوب باشین، عزاداریاتون قبول باشه. این 4مین شبیه که افتخار زیارت انشاءالله به دعای شما پروپیمون ما اهالی یاد خدایی هاست در محضر عزیزی که با 3 واسطه فرزند حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هستند. انشاءالله اگه قابل باشیم نایب الزیاره شما هم هستیم. من یه سلامی عرض بکنم، بریم گفتگومون رو با آقای رمضانی عزیز شروع بکنیم. السلام علی ساکن کربلا، السلام علی من بکته ملائکة السما، السلام علی من ذریة الأزکیا، السلام علی یعصوب الدین، السلام علی منازل البراهیم، السلام علی الائمة السادات، السلام علی الجیوب المزرجات، السلام على الشفاء الذابلات، السلام على النفوس المستلمات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعزاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالية، السلام على النسوة البارزات، السلام على حجة رب العالمين، السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين، السلام عليك وعلى أبنائك المستشهدين، السلام عليك وعلى ذريتك الناصرين، السلام عليك وعلى الملائكة المضاجعين. سلام خدا بر حضرت ابوالاحرار حضرت سید الشهدا خامس آل عبا و عرض ادب محضر شما هم نفسهای یاد خدا. خیلی ممنونم که دوباره برنامه‌هاتون رو طوری تنظیم کردید که اینجا باشین، هم زائر از راه دور فرزند حضرت ابوالفضل عباس که با 3 واسطه از فرزندان قمر منیر بنی هاشم هستند، یک حرم باصفا در قم مقدس که انشاءالله شما هم ظاهر از نزدیکشون باشین به زودی، و در شب 4 محرم الحرام نگاهتون رو هدیه دادید به یاد خدا. از این بابت خیلی خیلی ممنونم. این 4مین شبی هستش که ما محضر آقای رمضانی عزیز و نازنین هستیم و موضوع بحثمون هم ترسه، به همین سادگی. آقا سلام علیکم. همتون خیلی خوشحالم. سلام آقا جونم. مخلص. من مخلص. خیلی لطف کردید مجدد تشریف آوردید. شما لطف کردید، ما رو راه دادید. اختیار دادیم. ما که داریم کیف میکنیم و لذت میبریم. خب ما بحثمون به اینجا رسید که فرمودین که خوبی این که
محبت، دلدادگی و عشق با ترس شروع میشه، اینی که بعداً منتی هم روش نیست یا مثلا به جای دیگه پناه نمیبره. ما کسی که اول عاشق میشه معلوم نیست، شاید یه عشق جذابتری هم براش پیش بیاد و اینها. نکات دقیق فرمودید و استفاده کردیم. من نظرم نسبت به اون برنامه قبلترش کاملا عوض شد با این توضیح که دادیم. اما باز یه سوالی پیش آمده دیگه، این یه مدل ترسه که ابتدای یک امر مقدس میشه، اون چیزی که خدا از ما خواسته بترسید و بعد تو مسیر قدم بردارید و اینا. یه ترسی هم که منشأ شکلی آشوبا شد، منم تو یک دو تا برنامه اول خیلی بهش تکیه کردم، وجود داره دیگه. به هر حال مردمانی ترسیدند از اینکه در کنار امام حسین قرار بگیرن و امام حسین و یارانشون تنها ماندند و خیلی ها که از ابتدا گفتن کم کم این ترسه باعث شد که فاصله گرفتن، ایشان تنها موندن. این فاجعه رخ داد که اگر این ترسه نمی بود، این ترس مذموم، اون فاجعه شاید رخ نمیداد. این رو چجور تبیین میکنی؟ نکته دقیقی رو گفتید. ما تا اینجا داشتیم در رابطه با ترسی که ما رو به دامن خدا هل میده. آره، خیلی مهمه ما امنیت نگیریم از دنیا. یا رفیق من لا رفیق له، یعنی کسی نمیتونه رفیقت باشه، نه اینکه میتونست رفیق باشه ولی رفیق ندارم. بعد اومدیم این جلسه شما میپرسید ترس مذموم، این کلمه دقیقیه، ترسی که بده. آره، بالاخره اونایی هم که امام حسین علیه السلام رو تنها گذاشتن ترسیدن. بله. از چی نباید میترسیدن؟ منبع ترس مذموم یعنی هر کسی ترسید و کار بدی کرد، هر کسی ترسید و امام حسین علیه السلام رو تنها گذاشت، نقطه مشترک همشون آینده بود. ترس از آینده. منبع ترس امام حسین علیه السلام کش آینده است. هر کسی امام حسین علیه السلام رو کشت از ترس از دست دادن چیزی در آینده بود. البته این یک امر مشترک به نظر میاد، چیز کلیه دیگه، چون معمولا از آینده آدم ترس داره، از گذشته که معمولا میگن از گذشته قصه میخوری، چیزی که بر اتفاق نسبت به آینده شاید چون یه مقدار برات مبهمه متقن نیست ترس داره و میترسی چی میشه آخرش. آره. حضرت آدم علیه السلام در شرایط بسیار نفوذناپذیری بهشت رو تحویل گرفت. مسجود ملائکه بود، نبی بود، عالم بود و از لحاظ امکانات و کلا منها رغدن حیث شئتما، هیچ منعی نداری نسبت به هیچ نعمتی. خب بله. ولا تقربا هذه الشجره، ولی به این درخت نزدیک نشو. دشمنی داشت به نام ابلیس. این فرد عالم مسجود ملائکه با خبره، با امکانات رو چطور میشه فریب داد؟ چطور میشه به یک درخت مبتلاش کرد؟ ببینید حتی دستور حضرت آدم علیه السلام پیچیده هم نبود که بگیم تو پیچیدگی انداختش. آخرش به این درخت نزدیک نشونید، پیچیده نیست. شیطان دید این در زمان حال هیچ نقطه نفوذی نداره، در گذشته هم که هیچ نقطه نفوذی نداره، یک عالم تمام عیار و یک باخبر از همه چیه.
آمد گفتش که هل ادلکما علی شجرة الخلد او ملک لا یبلا، درخت جاودانگی، قدرتی که کهنه نمی شود، هر دو در آینده است. در واقع به زبان من گفت خب حالا الان اینی، آینده چی میشه؟ ترس از آینده یک نقطه نفوذ فوق‌العاده است برای شیطان. درست. نکته، شاید این رو کمتر کسی شنیده باشه. دقت کنید، من توجه دارم که این نقل کمتر شنیده شده ولی معتبره. عمر خولی یا سنان، یکی از این دوتا، فقط یک روز از امام حسین بیشتره. به این نکته توجه کنید. خولی سر امام حسین علیه السلام را از کربلا آورد به کوفه، سنان هم همراهش بوده. شب دیر رسیدن، چون میخواستن همون غروب عاشورا برسن به دارالاماره. دیر رسیدن، دارالاماره بسته بود. شب سر رو برد خونه‌شون، داستان تنور خولی و اینها پیش اومد. فرداش آورد پیش عبیدالله. خولی در تمام راه به چی داره فکر میکنه؟ به این که من یک پولی به دست میارم، یک آینده‌ای باهاش میسازم. بله. پس میتونه آینده انقدر جنایتکار بار بیاره. اومد پیش عبیدالله، خواست قیمت سر رو ببره بالا که مثلا این چیزی که آوردم کم ارزش نیست، یه چیز با ارزشیه، پس زیاد پول بده. املأ رکابی ذهبا و فضة، رکاب منو پر طلا کن، چون من یه کسی رو کشتم که بهترین مردمه، پدر و مادرش بهترین مردمه، نسبش بهترینه، قیمت رو خواست ببره بالا. یه دفعه عبیدالله دید که ما این همه تلاش کردیم بگیم این خارجیه، از دین خارج شده است، این اومده داره جلوی مردم کوفه تعریف میکنه، داره برنامه رو به هم میریزه، توجیه نیست، برای اینکه حساب کار دست همه بیاد. ترس. گفت اگر این بود پس چرا کشتیش؟ یا سنان یا خولی، یکی از این دوتا. مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی خولی رو میگه، شیخ صدوق سنان رو میگه. هر کدوم باشه کار من راه میفته. دستور داد سر رو جدا کنن. برگردیم صبح روز عاشورا، به خولی بگو که تو عمرت یک روز بیشتر از امام حسینه و باور کنه این رو. انگیزه داره؟ خیر. پس آینده رو از یک نفر بگیری، میشه خولی رو تبدیل کرد به یار حسین. انقدر آینده جنایت درست میکنه. غم فردا، غم فردا. این همه سفارش که دین که در امروزت زندگی کن، در لحظه زندگی کن، برای همینه دیدم. اینقدر فکر فردا رو نباش. حرف آخر شما زد. اختیار داری. نه اینو گفتم که یه فضا ایجاد کنم بریم و برگردیم. خواهش. از قضا ناپریزی شد، یه حرف درست داره، اونم به فرمایش شما زدیم. بریم و برگردیم باز بیشتر توضیح. خواهش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نگرانی و ترس از آینده بیشترین محل نفوذ شیطان. و با مثال هایی که آقا زدن از مثلا خولی، حالا من نفرات دیگه هم همین الان داره تو ذهنم میاد، اینها اگر از آینده با خبر بودند دست به اون فاجعه نمی بردن و اون فاجعه رقم نمی زدن. به خیلی از ماها توی زندگیامون اگر از آینده خبر داشته باشیم، خیلی از کارها رو که نباید انجام نمی دهیم و خیلی از کارهایی که باید رو
انجام میدادیم. مثلا همون موقع هم عمر اسد اگه میدونست به گندم ری هم نمیرسه، اصلا امام حسین علیه السلام آینده رو خواست از عمر اسد بگیره. تو به گندم ری نمیرسی، گفتش یعنی به آینده تو بده من. راست میگید، اینجا خود امام حسین بهش گفت. خب بالاخره در جنگ با حضرت علی اکبر علیه السلام، در جنگ با دیگران، یه عده‌ای از اصحاب عمر اسد کشته شدن دیگه. اینها اگه میدونستن غروب روز عاشورا رو مثل اصحاب امام حسین نمیبینن. الانت با تو، آینده با خدا امام حسین. خدا میگه ببین آینده تو بده من، نترس.